بله سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشید. بله بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. من از زواج زنگ میزنم. بفرمایید بیننده گرامی. شما خوبه؟ من الان 13 سال سنی شدم. خدا رو شکر میکنم. الحمدلله. شما خوبه انصاری؟ سلامت باشید بیننده گرامی. من خواستم به شما زنگ بزنم نشد. الان شورکی شما رو گرفتم آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. خوشحالم دارم شما رو میبینم. ولی این روایتی که الان شیخ نشون داد درباره اولاق، این توهین به رسول اکرمه. این توهین به رسول اکرمه. میدونم برادر است. اینا خودشون اولاقن، اینا خمینیشون اولاقه. این روایتشون اصلا روایت به رسول اکرمه. درست. این منظورشون توهین به رسول اکرمه. اینا خودشون اولاقن. این خمینیشون اولاقه، این قرآنیشون اولاقه، این همه‌شون اولاقن. درست. اینا همه اصلا دین ندارن. این روایت که باید نشون بده به این شیعیان که من شیعه بودم. من 12 سال الان سنی شدم. خدا رو شکر میکنم که بله از برادران احوازی که خواهش میکنم گوش کنن اینا رو، ببین روایت ها رو ببینن اینا چه دینی دارن. بله. از چه دینی هست؟ بیننده عزیز شما از برادران عرب اهوازی هستید درسته؟ بله آقای انصاری. شما پیامی به زبان عربی برای عزیزان عرب زبان ما در اهواز اگر دارید از طریق این شبکه که بیدار بشن و فریب این آخوندا رو نخورن، چرا بسیاری از این آخوندا ادعا کردن که اینایی که در اهواز میگن که ما هدایت شدیم دروغ میگن. چه پیامی دارید شما به اینا؟ نه آقای انصاری دارم بهت میگم. آقای انصاری ما داریم بیشتر میشیم روز به روز دارم بیشتر میشم. بله اگر این پیامتون رو به زبان عربی بگید که برادران و خواهران عرب زبان ما هم بشنون در اهواز. اقول الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اريد من اخواني الذين بالاهواز يسمعون صوتي يبينون دينهم على هذا الدين الرافضي. هذا ليس دين علي ولا ليس دين زيد ولا ليس دين محمد، فهذا دين رافضي، دين ابن سبع اليهودي. انتم انتبهوا لدينكم، فانتم اباؤكم اشتبهوا، ابائنا اشتبهوا، اجدادنا اشتبهوا، اما لا نشتبه. اليوم التكنولوجيا فوق، الكمبيوترات موجودات في البيوت. انتبهوا خاصة ترسول دين الإسلام، دين الله أصلا بين الصحابة ذكرهم في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين ذهم في الغار ويقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ما بينهم. هذول كلهم أصحاب محمد، عمر، أبي بكر، عثمان، علي، طلحة، زبير وكلهم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. خدا